بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های بیشمارش. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خداوند کریم، خداوند منان در کلام پاکش در قرآن کریم اعلان محبت مسوی ما و شما میکند و میفرماید که و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بیایید تمام نعمت‌های من که برای شما دادم اگر حساب کنید، یعنی از بس که بسیار هستند، مول هستند، بیشمار هستند، نمیتونید شما بشمارشان. در واقع الله سبحانه و تعالی انسان را بسیار جایگاهش و مقامش بلند کرد و عزیزترین مخلوق خداست و اشرفترین مخلوق الله سبحانه و تعالی است. برای این مخلوقش انسان عزیزترین نعمتها را عطا کرد، اشرفترین خوبترین نعمتها را داد. بسیار نعمتهای گرانبها، نعمت ایمان اسلام، نعمت قرآن، نعمت رسول پیغمبرش برای هدایت ما و شما، برای راهنمود بندگانش، برای راه نشاندهی عزیز دوست داشتنیش که انسان ما و شما هستیم، تا ما و شما راهی سعادت و خوشبختی را طی بکنیم و به خوشنودی و رضایت الله سبحانه و تعالی دست پیدا کنیم، تا الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی شود. اما وقتی که نظر میکنیم و این بندگان الله بر انسانها، این عزیزترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی، به خصوص در این زمان ما و شما، مردم مخلوق الله، مخلوق خداوند تبارک و تعالی، بجای اینکه اون راه طی بکنن که اون راه رضامندی و خوشنودی پروردگار باشد، بلکه روز به روز از اون راه درست فاصله شد، جداییشون بیشتر مولتر می شود. یعنی از قرآن کریم، از گفتهای پیغمبرش روز به روز دور می شوند مردم، در حالی که نجات ما و شما، در حالی که عزت و آبرو و شرف ما و شما در چنگ زدن و عمل کردن به کلام پاک الله قرآن کریم و اطاعت از رسولش است. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کس از الله و رسولش اطاعت فرمانبرداری بکند، فقد فاز فوزا عظیما، به تحقیق یعنی که خوشبخت شدن بسیار بزرگ عظیمی. اما امروزه این کلام پاک الله سبحانه و تعالی قرآن کریم در خانه های مسلمان ها، در بالای تریزه ها بالاشان یک قدر گرد غبار و چنگ گرفته است. یعنی امروزه قرآن کریم، همین خیلی حدیث های پیغمبر خدا السلام مهجور و غریب شدن، ترک شدن. یعنی خیلی کم است که از ما و شما اهمیت بتین. همه تلاش، سعی، کوشش، مهنت، دنبال به دست آوردن یا که زیاد جمع کردن مال دنیاست. یعنی
حرکتی به سوی جمع کردن مادی است، معنوی نیست. خیلی کم هستند که یعنی به قرآن زندگی بکنن، در حالی که کلام پاک الله سبحانه و تعالی قانون خداوندی است، برنامه بسیار زیبا و خوب الله سبحانه و تعالی است برای ما و شما، برای فایده ما و شما، برای پیشرفت ما و شما. همش خیر خوبی است. یگان خیر خوبی از پشت دین خدا نمونده است، بلکه همه را خداوند جمع کرد در دینش، در قرآن گفته است. نعمت‌های بیشمار را برای مخلوقش انسان عطا کرد. نعمت عقل، نعمت درک، شعور، فهمش برای ما و شما عطا کرد. نعمت حیات، نعمت جوانی، نعمت سلامتی، نعمت بایی، یا که نعمت کمبغلی یک نعمت است. که الله سبحانه و تعالی انسانای باید با پول مال امتحان میگیرد، بعضی را کمبغلا با کمبغلیش. اما الله تبارک و تعالی در قرآن کریم در سوره شورا میفرماید اگر الله سبحانه و تعالی برای بندگانش رزق مول فراوان میداد، مال زیاد میداد، لبغوا فی الارض، در روی زمین سرکشی میکردند، در روی زمین فساد میکردند، تکبر می‌ورزیدند. اون قانونی جنگل، یعنی قوی ضعیف میخورد. همون دیگر این انسان ها همون کار را انجام میدادن. چه خیلی که در گذشته حالم که باشن، همون بسیار قانون‌های در بعض جاها و بعض جهان دا همین قانون‌های جنگل هم تا هنوز هم زنده هستن. مردم همون کارا را میکنن، کارهایی که وحشیانه حیوانات انجام میدادن. یعنی کمبغلی یک نعمت پروردگار است. یعنی این چیز یوشی و جوانی، این همش بسیار جدا نعمت‌های بزرگ هستند که اینا با دنیا خریده نمی‌شود. پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما فرمودند در حدیث مبارکش صحیح که عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول خدا صلی الله علیه و فرمودند لرجلی و هو یعظ، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و یک مرد را نصیحت میکردن و گفتن برای اون مرد، یعنی حدیث گفتن. حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و این خیلی است. این حدیث اون زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و گفتن برای اصحاب، اما ما و شما امروز که شیشتیم در خانه از خانه الله سبحانه و تعالی به خاطر خدا آمده، وقتی که میشنویم باید فکر کنیم که این حدیث برای ما گفته شده است. دو گوش نه، چهار گوش کنیم. گوش کنیم که پیغمبر خدا علیه السلام چی میفرماید برای ما و شما. چون که هر حدیثی پیغمبر خدا علیه السلام برای فایده ما و شماست، برای خیر ما و شماست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سوره مبارکه توبه وصف پیغمبر هم میگه، خداوند تبارک و تعالی میفرماد که من به سوی شما رسول فرستادم از جنس شما، از یعنی انسان. هر کاری، هر مشکلی از سختی که بر سر شما میاد، همین سختی مشکلی بر پیغمبر علیه السلام خیلی سخت میگذره. یعنی پیغمبر نسبت ما و شما از جان ما و شما نزدیکتره. غمخور، دلسوز، به خاطر امت چقدر مشکلات، زحمتات، چقدر آبی دیده کردن. فرمود که اغتنم خمسا قبل الخمس، اغتنم خمسا قبل الخمس، 5 چیز را پیش از 5 چیز غنیمت بشمار. گوش کنین،
5 چیز رو پیش از 5 چیز غنیمت بشمار. یعنی این چیزهای هستن، این 5 چیز بسیار نعمتهای گرانبها، بسیار نعمتهای ارزشمند، قیمت. شبابک، اولش این است که پیریت رو پیغمبر، جوانیت رو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که شبابک قبل هرمک، جوانیت پیش از اینکه پیری بیاید. سبحان الله، جوانی نه چقدر نعمتی بزرگه. بعد دنیا میشش خریدن بهایی نداره. سبحان الله. اما جای تاسف اینجا که بسیاری مردم، بسیاری از ما شما اصلا احساس نمیکنه همین خیلی نعمت وجود دارد مگر که پیر شوند. 50 و 60 سال رفت سرش همی قپس. سبحان الله، جوانی رفت در آخری عمر یک قدم بر لب قبر دیگر سر همی قپی دستگیر نمیدی. اوه چه خیلی جوانی رفت، چه خیلی جوان، بسیار تیز، بسیار سریع. پس هرگز دوباره این جوانی بعد نمیگرده. پس ای برادر عزیز، هنوز که جوان هستی قدر جوانی تا بدون این سخن پیغمبری دلسوزی ما و شماست. جوانی تا قدرش بدون، غنیمت بشمار، ارزش قائل شو. بسیار سخت از جوانیت کار بگی. سبحان الله. و صحتك قبل سقمك، یعنی بعد جوانی چی فرمود پیغمبر خدا علیه السلام؟ و صحتك قبل سقمك. و همین خیل غنیمت بشمار، قدری سلامتی تا بدون، تندرستی تا بدون. این هم جدا نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی است. بسیار نعمت بزرگ است. و در واقع انسان در بین دو چیز قرار داره: بیماری، سلامتی. قدری تندرستی تا سلامتی تا بدون پیغمبر خدا صلی الله علیه و میفرماید. اینا باز هم با یگان چیزی دنیا عوض کرده نمی شود، بها گذاشته نمی شود. مگر هم نمیدونیم ما و شما که زمانی که یک دندون درد میکند آماده هستی به خاطر شفا یک دندون دنیا رو بتی، اما دندون درد نکنه. سبحان الله، این نعمت هست. پس پیغمبر خدا صلی چی فرمود؟ قدری سلامتی تا بدون، قدری تندرستی تا بدون. این نعمت هست، این غنیمت هست. یعنی این همه چیزایی که پیغمبر علیه السلام میفرمایند، اینها یک سیزونی هستند. سیزون یک میان با میروند داره. پس به خاطری آخرتت، پس به خاطری ذخیره آخرتت، روزی سختن روز قیامت هست، چرا اندیشی بکن حاضر که هست شانس، حاضر که حیات هست، حاضر که جوان هستی، حاضر که سلامت هستی. و غناک قبل فقرک. همین خیل سومین چیزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرمودن، یعنی ای امت هوشیار باشین. این چی است؟ این بایگری است. بایگری، پول، مال، چیزی دنیا، این هم یک چی است؟ سیزونی است. یک بیوی تمام دیگر با میرود. وقتی که اومد غنیمت بشمار در راه الله، به خاطر فرزندهات، آبادی جماعت، کمک، نصرت مسکین، فقیر، بیوزن، یتیم، آبادی، یا که دیگر کارات استفاده ببر که یک میوه بعد قطع می شود.
و فراغک قبل شغلک، و فراغک قبل شغلک. چهارم چیز چی هست؟ میگن اون فراغت رو، یعنی اون وقتی بیکاری تا پیش از اینکه سرکار شاید مول کار مور شود دیگه تمام دیگه وقت نمیابی، همون رو استفاده ببر. برای چی استفاده؟ برای آخرتت، قیامتت، آبادیت، دنیات، آخرتت. این دوباره بر نمیگرده، این خریده نمیشه. هر کسی باشه فرق نداره، چقدر شرایط هم داشته باشه، پول مول دنیا نمیتونی خریده. بنابر پیغمبر خدا فرمود این وقتا غنیمت بشون، وقت بیکاری تا و حیاتک قبل موتک، و حیاتت، زندگیت پیش از مرگ به سراغت بیا، قدرش بدون. سبحان الله. مردم اکثر مردم در خوی غفلت هستند. مثل بگوی که حال ماشاءالله، حال این خیلی امری که ما شما داریم چند تا زپاس دارد، ذخیره دارد، یعنی دو سه امریکا دارد، ششتن به تشمیش. سبحان. اینجا پیغمبر خدا ای امتی من، قدر جوانی تا بدون، قدر حیات تا بدون، قدر سلامتی تا بدون، وقت تا قدردانی که. سبحان الله. در دیگر حدیث درباره همین سبحان الله ببینید که پیغمبر خدا چه خیلی میفرماید. باز در حدیث روایت میکنه ابن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلی الله علیه و سلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تأمل کنید برادران عزیز، تفکر کنید حدیث مبارک. سبحان الله. این حدیث های پیغمبر خدا علیه السلام باید با آب طلا نوشته شود، باید همه ما با جان دل عمل بکنیم. سبحان الله. بعد چند روز بعد میفهمیم که رفتیم اونجا تک تک ما قیامت. بعد میگه چرا که سبحان الله با گفتهای پیغمبرم عمل نکردم. همین خداوند در سوره مبارکه فرقان میگه درباره اون کسی که از پیغمبر خدا دوری جست، از حدیثات گوش نکرد، عمل نکرد، دستی کم گرفت، وقت نداره، کار داره. سبحان الله. وقت نیست. خداوند میفرماید که و کان یوما علی الکافرین عسیر و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. سبحان الله. روز قیامت چنان سخت است، انسانی که فاسق فاجر بود، از قرآن از حدیث های پیغمبر دوری میکرد، از دین دور بود، نماز و روزه و دیگر نمیکرد، عبادت نمیکرد، در روز قیامت وقت میزنه، وقت میبینه اعمال خودش، وقت میبینه خودش چی انسان بود و چی روز سختی است در روز قیامت. و یوم یعض الظالم علی، دیگه از حسرت و پشیمونی دیگه نمیدونه چیکار کنه، دستاش میگزه دستورا. ای بی خودت. پیغمبر الله سبحانه و تعالی خلق کرد، عقل داد، هزار یک نعمت‌های بیشمار داد، قرآن نازل کرد، پیغمبر فرستاد، عالما گفتن در همه جا. دیگر میدونه که تقصیر خودش است، دستی خودش میگزد دیگه. بعد میگه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای وای کاش که راهی پیغمبر میگرفتم در دنیا. ای وای بر من. دیگه اون چاره ای نیست که چاره و اندیشی کنی، دیگه اون کسی نیست یاردم بکنه. فقط اعمال انسان به درد انسان میخوره. تمام دیگه پیغمبر خدا علیه السلام عایشه رضی الله عنها میفرماد دختر که ای عایشه تا روز قیامت نه که بگو که من فرزند پیغمبر خدا هستم، اعمال تا درست بکن، من چاره نمیکنم.
یعنی انسان اعمالش به دردش میخوره، اعمال صالحش. پس پیغمبر خود فرمودند چی فرمودند؟ نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت فراغ. یعنی که دو نعمت هست که مول مردم، اکثری مردم، زیادی مردم نسبت همون دو نعمت ضرر زیان میبینن، یعنی قدرش منزلش نمیدونن، از وی استفاده نمیبرن، زیان ضرر ببینن. اون دو نعمت چی است؟ الصحت و الفراغ. الصحت و الفراغ، اون زمانی تندرستی، اون وقتی که صحت سلامتی بود داشت قدرش نمیدونن، یا که فراغتش وقتی خولگیش که وقت داشت از وقتش استفاده نکرد. برادران عزیز مهربان، باید ما و شما بسیار خوب تأمل کنیم در این حدیث مبارک پیغمبر خدا علیه السلام. در واقع این حدیث فکر و نظر انسان را توجه این دو نعمتی از نعمت‌های بیشمار پروردگار میکنه که بسیار مهم هستند، نه که واقعا خیلی هم کم هستند. از همین دو نعمت، نعمت سلامتی و نعمت وقت، که بدونن منزلت و قدرش را، و خیلی کم هم هستند از همین دو نعمت در راه درست استفاده بکنن. یعنی زمانی که سطحاً درست هستند کارهای بسیار بد انجام میدهند، بر جایی که الله سبحانه و تعالی این سلامتی تندرستی داده است، این تندرستی در راه الله به خاطر خوشنودی و رضایت الله سبحانه و تعالی صرفش کنه، خرجش کنه، بلکه میرن چی قدر نافرمانی ها میکنن. سبحان الله. کی ضرر میبینه؟ انسان خودش ضرر میبینه. خدا که مهربانه، خدا که دوسته، خدا که خالقه، خدا که مالکه، همه چیز خدا داده است. پس انسانی که خودش دوری میگیره، وقتی که تنش سلامت درست است، نه نماز نه روزه، چقدر کارهای بد انجام میدهد، کوچکگردی، کارهای بی معنی، گناه، فسق، فساد، بجای اینکه سبحان غنیمت شمردن، سلامتی را وقت در راه الله خرج کردن، میروند قدرشو نمیدونن. پس یعنی که پیغمبر خدا مولی مردم، اکثری مردم خیلی کم هستن که از این دو نعمت خوب استفاده بکنن. اینا خوب بدونین. زمانی که انسان بیمار میشه بعد قدری سلامتی را میدونه که سلامتی چیست. وقت رفت. نعمت دومش هم پیغمبر خدا فرمودند چی بود؟ هم وقت است. وقت. در واقع این وقت بسیار قیمت بها است. یعنی وقت یعنی حیات ما و شماست. که وقت قیمتی ندارد. بسیار یعنی هر انسان باید خوب کوشش کنه، زحمت کشه که وقتش به هدر نتید. وقت تمام شده، واسه برای وقت بسیار چیزای میخوام خدا نصیب باشه در آینده. مقصد که اگر که خلاصه بگم، یعنی وقت اگر که آدمی که از دنیا گذشته است دفن در قبر، اگر برای همون انسان همه خیلی شانس بتیند که بیا ای مرده، این دنیا از اولش تا آخرش تمامی داراییش مومتی برای فرزندای تو این را انتخاب بکنی، یا که یک روز برای تو میتیم تو بر بگرد به دنیا. چون که تو در زندگی همه غم و غصه چی بود؟ فرزندو بود. آه فرزندم دشمن نمونه، آه فرزندم انا بپوشاکا نمونه، آه فرزندم اینقدر زحمت، اینقدر مهنت، اینقدر کار، این بخوابی، به عذابی، غم و غصه برای فرزندات بودن. اینا دنیا با همه دورش میتیم برای فرزندات که تو نیستی در این دنیا،
فرزندات یعنی که تأمین باشن از هر چیز. بیا اینا انتخاب میکنه که یک روز را قطعا مرده همین یک روز انتخاب میکنه به خاطر ذخیره قیامتش. حتی اگر یک ساعت هم باشه، اگر یک ساعت هم یک ساعت انتخاب نه، دنیا را انتخاب نمیکند. حالی که ما و شما هنوز که حیات هستیم، زنده هستیم، یعنی که با گفته پیغمبر عمل کنیم و ایلو که همه پشیمون میشه، همه یعنی که شانس از دست ندیم، شانسی که دنیا خریدش نمیشود میشه. خب امروز جمعه بار میشود چون که پایین آب زده شرایط نیست، انشاءالله وقت تمام شده است. در آخر الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که همه ما و شما را هدایت موفق کند و برای تک تک ما و شما، برای همه ما و شما هوشیاری و زرنگی و توفیق عمل عطا بکند. دنیا و آخرت ما و شما آباد ریزگی خودش از همه بلندتر نصیب روزی ما و شما بکند. اللهم نسألك رضاك، اللهم نسألك رضاك والأعلى جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا الحمد لله ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.